بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. این حلقه هفتم من شما است. بإذن الله ان شاء الله در این حلقه نیز باقی مانده مسائل را بیان خواهیم کرد. مقصد تمام سخنهایی که پیش از این حلقه کرده بودیم این است که الله رب العزة والجلال از هر یک جنس از جنسهای مخلوقاتش که پاک هستند بر خودش اختیار کرده است. پاکترین چیز را الله بر خودش اختیار کرده است و از پاکی و پاکان الله راضی شده است، نه از غیرشان. چرا که البته الله رب العزة والجلال طیب هست، پاک است و دوست نمی دارد مگرم طیب و پاک و خوبی را. و از عملها و سخنها و صدقهها تنها پاکش را قبول خواهد کرد. تمام چیزانی که پاک هستند، خوب هستند، اونها اختیار کرده شده الله رب العزة والجلال می باشند. چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی این مسئله را بیان کرده اند. اما مخلوقات الله رب العزة والجلال، خلق الله رب العزة والجلال عام بدون نوع هست. طیب نوع اول، طیب و طیبین، پاک و پاکان، و نوع دوم خبیث و خبیثین. با همین عنوان سعادت بنده و شقاوت و بدبختیش فهمیده خواهد شد. خاصیت های پاکی در بندگان الله رب العزة والجلال این است که آنانی که پاک هستند غیر از پاک و پاکی و پاکان دیگر چیز را دوست نمی دارند و مناسب پاکان تنها پاکی است و غیر از پاکی از دیگر چیزی راضی نخواهند شد و تنها در اماکن و در جایهای پاک زندگی خواهند کرد. قلب آنانی که پاک هستند تنها از پاکان و پاکی و خوبی راضی خواهد شد و آرام خواهد یافت. انسان‌هایی که پاک هستند و طیب هستند و دوست داشته شده الله هستند، کلامشان، سخنشان طیب و پاک است. سخنشان سخنی است که به نزد الله رب العزة والجلال بالا می رود. چخیلی که الله رب العزة والجلال در سوره فاطر آیت 10 می فرماید که از بین آیت می خوانیم یا که از اول آیت اگر تلاوت بکنیم: قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله رب العزة والجلال میگوید محل شاهد اینجاست که سخنان پاک
عملهای صالح به نزد الله بالا خواهند رفت، به نزد الله یرفع برداشته خواهد شد. انسانی که سخن خوب میزند، سخن پاک میگوید، عملش پاک و خوب است، فرشتگان این عمل و این سخن را به نزد الله بالا میبرند، میبردارند. انسانهای پاک از عملهای فحش و از مقالهای فحش خیلی هم با سختی، با یک شدت نفرت دارند. از زبان اونها هیچگاه فحش بیرون نمی شود، دروغ بیرون نمی شود. اونها از غیبت و نمیمه و تهمت و شهادت دروغ دادن و از تمام سخنان خبیث دور هستند، چرا که اونها پاک و پاکان هستند. و این چنین عملهای پاک را اونها دوست خواهند داشت و عملهای پاک را انجام خواهند داد. اون عملهایی که برای درست بودن این عمل فطره سالم و شریعت نبوت دلالت می کند. به مانند اینکه ای یعبد الله وحده لا شریک له، الله رب العزت و الجلال را یگانه خودش را بپرستد و از شرک انجام دادن دور بشود. بهترین پاکی و اولین قدم به پاکی و آخرین درجه پاکی این موحد بودن است. موحد بودن یعنی الله رب العزت و الجلال را یگانه عبادت کردن و از الله یگانه طلب کردن و از غیر الله بی‌نیاز و دور بودن و شناخت الله، ربوبیتش، الوهیتش، اسما و صفاتش که انشاءالله در درس‌های آینده این موضوع ها را بیان خواهیم کرد. بهترین طیبی، بهترین پاکی این موحد بودن و از شرک و خرافات دور بودن است. و امر الله را از همه اوامر پیش گرفتن و خوبی کردن به بندگان الله و رحم کردن به بندگان الله و مخلوقاتش. پس اینها خوبان هستند. انسانهای پاک کسانی هستند که میخواهند همیشه به مردم منفعت ببخشند و از ضررشان خودشان و مردم را امین نگه دارند. هر وقتی که پاکان خصلت پاک را از کسی دیدند به همه خبر میدهند و میگویند که انسان پاک را دیدم، و وقتی عملی بد را دیدند میپوشانند، کتمه، پنهان نگه میدارند و این بنده را نصیحت میکنند و عذر شرعی این بنده را نیز قبول میکنند. پاکان این چنین اخلاق بهترین و پاکترین و خوبترین را دارند، به مانند حلم، وقار، سکینه، آرامی، رحمت، صبر، وفا کردن و ملایمی قلب، راستگویی و سلامت بودن صدرشان از غل و غش و حقد و حسد و خاکساری و خرد گرفتن نفسشان و خودشان در نزد اهل ایمان و عزت و غلظت و بردا کردن قدرتشان در نزد دشمنان الله، عفت و شجاعت و مروت. این همه خصلت‌های خوبی که
تمام مخلوقات اتفاق کردند که بهترین خصلت هاست. همه این خصلت های خوب در انسانی که پاک است از موحدین و امت محمد صلی الله علیه و سلم است وجود دارد. و این چنین پاکان از مطاعمشان لقمه اشان پاک است، از لقمه حرام همیشه دور هستند، حلال را دوست دارند و از تمام لقمه و خوردنی و نوشیدنی و لباس های حرام دور هستند. و این چنین نکاح و مناکح پاک را برگزیده اند و با بهترین وجه نکاح خود را انجام می دهند و از زنا و از فحشا دور هستند. خرسندی اینها طیب و پاک است، بدنشان پاک است، خلقشان پاک است، عملشان پاک است، سخنشان پاک است، طعامشان پاک است، نوشابشان پاک است، لباسشان پاک است، نکاحشان پاک است، سکونتشان و خانه و دری که در اون زندگی میکنند پاک است. تمامی نقطه زندگی این بندگان الله پاک است. اونها کسانی هستند که الله در حقشان گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سوره نحل آیت 32. این انسان ها شخصانی هستند که ملائکه ها بر آنها گفته اند که سلام بر شما، بر جنت داخل شوید به خاطر اون عملی پاکی که در دنیا انجام میدادید. و این چنین این انسان های پاک کسانی هستند که خزنة الجنه، پاسبان های در جنت، در حق اونها میگویند: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام بر شما، طبتم پاک زندگی کردید، از جمله پاکان بودید، به جنت داخل شوید، خالدن مخلدن ابدا دائما در جنت ابدالابد زندگی بکنید. سوره زمر آیت 72. اینجا فدخلوها، کلمه ادخلوها در پیشش ببینید حرف فا وجود دارد. علما میگن این فای سببیه هست، یعنی به جنت داخل بشوید به سبب آن که پاک بودید. سبب جنت در آمدن شما این است که شما پاک بودید از شرک و بدعت و خرافات و تمامی کارهای بدی که در دنیا بود. شما پاک بودید. و اما گروه دیگر خبیثان هستند، اونهایی که کلماتشان خبیث است، سخنشان خبیث است، زندگیشان خبیث است، تمام و رفتار و کردار و اعمالشان خبیث است. اعوذ بالله من ذلك. الله ما و شما را از خباثت نجات بدهد. الله در قرآن عظیم و شان در سوره نور آیت 26 میگوید: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. خبیثات برای خبیثین است. در شرح این آیت علما و مفسرین گفتند، چخیلی که ابن القیم جوزی ذکر میکنند، کلمه های طیب برای انسان، سخنان پاک طیب برای انسان های پاک است. زنان پاک برای مردان پاک است و زنان ناپاک و خبیثات برای مردان خبیثین است. و این چنین کلمات و اعمال ناپاک و خبیث برای انسانها و زنان خبیث است. یعنی تمام چیز را عموما در بر میگیرد. تمام چیزی پاکی و طیب برای پاکان و طیبین است و تمام چیزی خبیث و خبیثات برای اهل خبیثین و خبیثات است.
الله ما را از جمله پاکان و از جمله دوست داشته شدگان خودت بگردانی. الله رب العزت و الجلال سه دار قرار داد، سه دور. داری که اخلصت للطیبین، داری که مکانی که فقط خاص برای پاکان است، للطیبین است، و این مکان برای کسانی که طیب نیستند، پاک نیستند، حرام است. و در این مکان تنها پاکان جمع شده اند که این جنت می باشد. و دار دوم دار است که مکان است که در این مکان تنها خبیثان هستند و خبائث است، و بر این مکان غیر از خبیثات و خبیثون کسی دیگر داخل نمی شود، که این اماکن را اماکن خبثا گفته می شود که این نار است و هی النار، دوزخ، جهنم. اما سومین دار است که هم طیب یعنی هم پاکان و هم خبیثان در با هم آشفته هستند، آمیخته هستند. این دار دنیاست. در دنیا پاکان و خبیثان همه یک جای زندگی می کنند. برای همین است که به ابتلا و امتحان گرفتار خواهند شد تا که فهمیده شود که کدام از اونها پاک و پاکتر است. این یک حکمت الهی هست و این از علم و قدرت الله هست. اما وقتی که روز قیامت آمد، روز قیامت شد، الله رب العزت و الجلال بین خبیثان و بین پاکان جدا خواهد کرد. پاکان و اهلشان را به دار علاحده و مخصوص جای خواهد داد که چه خیلی بیان کردیم این جنت است، و خبیث و اهلشان را و اهل خبثا را به مکان علاحده جای داد که این دوزخ است. و در روز قیامت دار به دو دار باز می گردد. دار الجنه، دار جنه که این مکان پاکان و پاکی است، و دار دوزخ که این دار خبیثین است. پس پاکان به جنت به عملهای پاکشان، به سخنهای پاکشان و به اخلاق پاکشان داخل شدند، و این نعمت و لذتی که در جنت است به سبب این اعمالشان است. و اما خبیثانی که به دوزخ داخل شدند به سبب خبیثیشان و دور بودن از اطاعت الله و رسول الله به دوزخ داخل شدند، و اون درد و رنج و عقاب و المی که در اونجا می چشند به سبب این کارهای خبیثیشان است. مقصد این است که الله رب العزت و الجلال برای سعادتمندی و شقاوتمندی عنوانی را قرار داده است. عنوان این است که آدم خوشبخت و پاک لایقش و همتایش تنها پاکی است و غیر از پاکی از دیگر چیزی راضی نیست، و از پاکان فقط پاکی بیرون می شود، لباسشان پاک است. و اما انسان شقی و بدبخت و خبیث لایقش تنها خبیثی و افلاسی است، و از این خبیثان تنها خبیثی بیرون می شود، و از قلب خبیث اونها تنها اندیشه و تفکری خبیثی بیرون می شود، ولی زبانشان و این جوارحشان همیشه به خبیثی و کارهای بد مشغول است. پاک و پاکان اونانی هستند که از قلبشان تنها پاکی بیرون می شود،
و لیسانشان یعنی زبانشان و بدنشان همیشه پاک است و به پاک مشغول است، به مانند ذکر کردن و عبادت و همه کاری بد. و در بعضی از انسان در بعضی از اوقات وقتها می تواند که هر دوی این دو ماده، ماده طیب و خبیث، جمع بشود. پس ما می بینیم که در یک انسان اگر خباثت و طیبی دو ماده جمع بشود، می بینیم که کدام از این ماده بر اون غلبه کرده است. اگر پاکیش زیاد باشد اهل پاک است و از پاکان است، و اگر خبیثیش به پاکیش غلبه کرده باشد اون از اهل خبیثان است و خبیث است. و اگر این انسان مسلمان باشد در روز قیامت به قدر خبیثیش عذاب می کشد و پاک می شود و به جنت داخل می شود. چقدر انسان خبیثیش زیاد باشد همان قدر عذابش در روز قیامت زیاد خواهد شد. برای همین است که شرک و تمام نمود شرک، خواه اکبر یا اصغر باشد، از همه بدترین و خباثترین عمل در روی دنیا می باشند. اهل شرک، اونانی که مشرک هستند، خبیثترین انسانها در این دنیا هستند. برای همین است که این خبیثان را و این خبیثی را که شرک است آتش دوزخ ششته نمیتواند. با آتش دوزخ این خباثت را پاک کردن ناممکن است و مشرکان و اهل شرک هیچگاه به خاطر همین از نار و دوزخ بیرون نخواهند شد. چخیلی که یک سگ گرچنده که به بحر داخل می شود و بیرون می شود، یا که اون سگ را چقدر تازه بشوید این سگ نجس باقی می ماند، اینچنین اهل شرک و مشرکان و خبثا همیشه خبیث باقی می مانند و آتش دوزخ اونها را پاک کرده نمی تواند، چرا که عنصر اونها خبیثی بود که شرک است. ذاتشان خبیث بود، منشأشان از خبیث و خباثت که شرک است بیرون شده است. پس از الله رب العزت و الجلال می طلبیم که ما را، بندگانش را، از اهل پاکان گرداند، موحدین واقعی گرداند و از خبیث و خبیثان و از شرک و بدعت و خرافات که اصل خبیثی است نجات بدهد. بعد از این سخن فهمیده می شود که ما برای پاک شدن نیاز به شناخت رسول الله داریم. ما برای از اهل پاکان شدن نیاز به پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم. هر انسانی که پاکی را در غیر پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می جوید، این انسان هیچگاه پاک نخواهد شد و هیچگاه در نزد الله قدر و منزلت پیدا نخواهد کرد. حتی دعای انسان ناپاک قبول نخواهد شد. چه خیلی که در احادیث صحیح داریم که ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء فيقول يا رب يا رب يا رب مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فهل يستجاب له. یک مرد سفری طولانی می کند، رنجیده است، غبارآلوده است، گریان و نالان دستش را به بالا می بردارد و یا رب گویان دعا می کند، اما طعامش حرام است، لباسش حرام است، شرابش حرام است و این جسمش و لحم گوشتش از حرام پیدا شده است. آیا الله دعای این را قبول می کند؟ در اصول فقه، علم اصول فقه، استفهام الانکاری، یعنی این سؤال انکاری است، یعنی الله
این چنین دعا را قبول نخواهد کرد، عبادت را قبول، این چنین عبادت را قبول نخواهد کرد. پس برادران عزیز، چقدر که پیروی رسول الله شدید همان قدر شما عبادتتون، عبادت شما خوبتر و زودتر قبول خواهد شد. چقدر که دوستداری رسول الله، گیرنده سخن رسول الله، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردید، همان قدر خوشبخت، خوشنود و پاک و از اهل پاکان خواهد شد. پس از همین جاست که ضرورت شناخت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما معلوم می شود. اگر سعادت بنده در دو دنیا، در این دنیای فانی و در دنیای باقی، در پیرو شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، متعلق به پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، پس بر ما واجب است، بر هر یکی ما واجب است، خواه زن باشد، خواه مرد باشد، خواه کوچک بزرگ، واجب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را حق معرفتش را بشناسد و از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کامل بکند. سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را، صحیحش و درستش را فهمد تا که از جمله جاهلان و خبثا بیرون بشود، تا که با این عملهایش داخلی پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از حزب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگردد. با همین صحبت خود را به پایان می رسانیم و درس آینده ما، اولین درس ما از سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهد شد. با این سخنها و حلقه ها دو آیتی که در فهمش اون بعضی از مسلمان ها کمی مشکلی دارند، سخن و تفسیرش به پایان رسید. ان شاء الله به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل خواهیم شد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.